داداش یه تومن دستی بهم میدی یه ماه پس میدم. آخه یه تومنم شد پول که تو واسش به کسی رو بندازی. بیا یادت دادم چه جوری تو یه دقیقه بگیریش و 4 ماه پسش بدی. وارد گوگل پلی شو و سرچ کن ویپاد. نرم افزاری که میاره رو نصب کن، شماره‌تو وارد کن، احراز هویت کن و کد معرفی هم که ازت میخواد کد معرفی که این پایین میذارم و بزن. وارد نرم افزار میشی و از قسمتی که نوشته تسهیلات میزنی روش و میری توی قسمت تسهیلات. چند تا گزینه داره. برای دریافت 1 میلیون میزنی روی تسهیلات پشتوانه. وقتی روی تسهیلات پشتوانه بزنی برای شما که تازه ثبت نام کردین فقط قسمت 1 میلیونیش بازه. میزنی روی 1 میلیون و تایید رو میزنی و همون لحظه 1 میلیون تومان میاد روی حسابت. الان ببین من همین کارو میکنم و 1 میلیون میاد روی کارتم. فقط اعتبار سنجی باید انجام بدی که بدهی یا چک برگشتی و این داستانا نداشته باشی که من ندارم خدا رو شکر. میزنی روی تایید و صبر میکنی تا استلامت بیاد. وقتی استلام تموم شد روی ادامه میزنی، دوباره تایید میکنی. یه 25000 تومان باید رو کارتت بریزی تا هزینه این اعتبار سنجی بشه و بعدش تمام 1 میلیون تومان همین الان اومد رو حساب من. پیامکش هم اومد. موجودی حساب من قبل این بود 4500، الان که برم داخل موجودیم و نگاه کنم شده 5500. 1 میلیون تومان زیر یه دقیقه اومد تو حساب. این پستم بفرست واسه اون دوست تماش ازت پول دستی میگیره و پس نمیده. راحت کن خودتو.